یا الله، درود رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. کوچیک همتون سامی هستم. آقا اومدم با یه چالش خفن که نیست، ولی برای ویدیو اول چنلمون خوبه. خب چالش از این قراره که من و این رفیقمون میریم بتل و بدون اینکه مدکیت بزنم پلی بدم و یه چند تا کیل بگیریم. آره داشتی. و رفیقم میاد پیشم که فقط با کلجونی بهم اچ پی بده و خلاصه که از این ویدیو خوشتون بیاد و لایک و کامنت و ساب یادتون نره. بی معطلی بریم سراغ ویدیو. شرمنده بچه یکم بازیم باگ داشت، رفتم حضبش کردم، دوباره اومدم نصف کردم، همه چی رفت دیگه، هیچی دانلود ندارم. به بزرگی خودتون ببخشید. ویدیوهای بعدی جزوه میکنم. شرمنده. آخ یادش بخیر، همه میومدن اینجا فکتوری قدیم. سریع بریم لوت کنیم. یا اول قرار نبود میتیک بزنیم. یادم هم نیستی بخوریم، نمیشه اصلا میتیک ندارم. آقا بیا کلچونی بخره داشت. بابا الان میمیرم ناموسن. صدا اینو ببند دیگه. عربی چی کنیم؟ ای جان بهش بزن. خوش شده. خب آقا بریم. ایتیکارم بیاندازیم. بریم اینجا ببینیم چی خبره. اینجا اچ پیم 100 نصفه شده. باش اچ پی بزن داشت. کلچونی بزن. دمت هم صدا رو ببریم بالا یکم. مکیت ندیده داشت، مکیت نمیخوایم. آقا بریم پیک، اینجا کسی نیست. بریم پیک بریم چیه کسی هست نیست. باشه یه دونه بزن 20 تا کم دارم چی. آخ بنازم دمت گرم. آقا تا اینجای ویدیو اومدین لایک کنین داداش، یا لایک یادتون نره ها. به اینمی هست بریم که بمیریم. آقا ببینیم تا نفر چندم زنده میمونیم. اصلا شاید بویا شدیم. بویا که نمیشه مورد. الان یه اسپورت بیاد جلوم دیگه پاره دیگه. اوه 5-6 نفر. بریم که ویدیو رو سریع تموم کنیم. بذار جلو. از این بگو باید خیلی زیاده. الان من برم یکی بزنم همین میزنم سر من بدبخت یکی نمیتونم بزنم. باید دور بزنم. چی خوری نکنی دیگه داشت قرار نبود چی خوری کنی ها. باید کلچونی بزنم. بیا آقا کلچونی بزن داداش. خوش شده داداش الان نمیدونم. آقا اینا رو ریو بدیم لسه یکی اومد پایین داشت ماشین چور شدیم ناموسن. از دست بودی بازی کردیم داشت کلچونی داشت. نه بسه بزن اینا رو ریو بدیم بعد خدا رو الان خوشمون بیدم. آقا صدا پا داریم. 2 تا کیل بزنیم همش داداش. تو نزن داداش من باید بزنم. این چه وضعشه ناموسن. آقا پشت سر من بیا داشت. اول فاز یا اول فاز. هی خدا آقا 3 نفر رو زدیم. ببینیم حالا ریو میده. وایستا این ریو بده. اول داشتمون تو کی مثل وان شات داداش بزنش. چرا فرار میکنی؟ امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. شرمنده که نتونستیم زیاد پلی بدیم و
زنده بمونیم. سری مردیم دیگه، چیکار کنیم آقا؟ لایک کامنت ساب یادتون نره دوستان. عاشق همتونم. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.